قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله. پیامبر صلی الله علیه وسلم چی زیبا میفرماید بهترین ذکر این گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله است. در دیگر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه هر کسی که در یک روز اگر 100 بار لا اله الا الله بگه از اون بنده نیک، از اون بنده خوشبخت در روی دنیا نیست. به همین خاطر برادران کوشش کنه که همیشه زبانتون با ذکر پروردگار کنه تا اینکه دلهای من و شما تازه شود. حضرت موسی کلیم خدا که بعد گفت یا الله همون کلمه ای را که دوست می‌داری به من یاد بده. الله در جوابش گفت یا موسی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی که حضرت موسی گفت یا الله این بهترین کلمه است، الله گفت بله. به همین خاطر لقمان حکیم فرزندش گفت ای فرزند عزیز اگر در یک پله ترازو لا اله الا الله بگذاری و همه دنیا را در یک پله ترازو، همون لا اله الا الله از اون پله ترازویی که دنیا را وزن کرده زیادتر میبره. به همین خاطر بردان کوشش کنه که هر روزی که باشم چیکار کنه در زبان تو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بیاره، از شما در بنده بهتر در روی دنیا یافت نمیشد. به همین خاطر خدا رحمتش کند میر سید علی حمدانی شاعری که بود دوستدار الله که بود محبت الله در دلش که بود گفت که نادیده نبود جستجویش نکنم، هر کسی که چشمش قرآن نمیبینه، مسجد نمیبینه، راه هدایت نمیبینه، غمخواری را نمیبینه، از اون در کور باشم او بهتره. همون را میگه نادیده نبود جستجویش نکنم، نکام زبانی که گفتگویش نکنم. نه که وقت زبانی که ذکر پروردگار نمیکنه، یاد الله مهربان نمیکنه، او در گنگ باشم برای من او بهتره. هر دلی که در اون مهر الهی نبود، در پیش سگم افکند بویش نکند. هر دلی که در اون محبت الله نباشد، رحم شفقت الله نباشد، رحم مسلمان ها نباشد، از اون طریق سگ میگه همون دلی که همون گونه باشد در پیش سگم پرتوش. همون سگی که اگر بوکش باشه بدتع باشه، همون سگ همون دل نمیخوره. اگر چند دل گوشت بهترینه، نه که همون سگی بدتع باشه همون دل نمیخوره. به این خاطر کوشش کنه که زبان هاتون با ذکر پروردگار کنه، دل هاتون هم تازه میشه. مولای جنونی همون را میگه که به هر حرف عادت کند زبانت، به وقت مرگ آید در دهانت. کوشش کنه که هر کجا تک باشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زیاد به زبان تو بگید تا اینکه دل ها تو زیاد به ذکر پروردگار تازه میشه. هر انسان را که دلش تازه شد، او انسان محبت سراسر محبت الله دلش داره. به همون خاطر در دیگر حدیث هم پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم ایمان به 70 شاخه تقسیم میشه. کمترین ایمان همیه که یک چیزی که ضرر میده در راه مسلمان او را از راه گرفتن. و از همه افضل ترین شاخه ایمان این گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله است. خداوند همه ما و شما را به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله توفیق هدایت نصیب بفرماید.